با سلام خدمت مفرار محترم و علاقمندان به بازی زیبا، جذاب و خطرناک پوکر. رادیان نانشارک هستم برای کانال تلگرامی مفبر پینگ روی شبکه تلگرام، همینطور همین کانال MOFTBAR روی یوتیوب. برنامه دیگه ضبط میکنیم براتون در مورد یک دسته که در اینترنت بازی شده در کلوب ایکس پوکر. همینطور اگر خواستید در کلوب ایکس پوکر مفبر بازی کنید حتما از طریق لینک تری پیام بدید. از طریق USDT میتونید بازی بکنید در این کلوب و بازی های سبک هست، 1-2 هست. الان یه دستی رو می‌خواستم به شما نشون بدم در مورد اون اصلی که راجبش با هم صحبت کردیم که اصل تخته و تمساح بود. اگر یادتون باشه یه ویدیویی هست که من خیلی بهش علاقه دارم، همیشه پستش میکنم، که درش دو تا گنو هستن، دو تا از این گاو میشا هستن تو آفریقا. یکیشون میگه که میگه تخته است، اون میگه نه تمساح، میگه تخته است تمساح، آخر سر دست میزنن روش، به آخر سر تمساح. بعد دو تا گاو میشه بعدی میان بازم همونه، یعنی اینکه همیشه یه خدا تمساحه. حالا اینجا یه دستی رو میخواستم بگم که مردم انقدر بلوف تو رنجشون ندارن که همیشه اونجایی که ما فکر میکنیم آها الان یه درایی داره، الان یه چیزیه فلان، به خصوص در حوله مالا در اوماها یه ذره کمتر، بازم همیشه اون میت هند است، همیشه فناتیک میت هندن، همیشه دنبال میت هنداشون هستن و دستایی دارن که یا سه یا استریت، یا دستایی که همین الان میتونه بره شودان، میت هند تموم دستشون. بعد حالا الان اینجا تماشا بفرمایید که در اینجا ما پریفلاپ یه اوپن 4x داریم اینجا از این بازیکنی که خیلی میکانیکی بازی میکنه و خیلی برنده است و برای این بازی که بالاخره 1-2 ببینید نزدیک 600 تا بیگ بلایند پول داره و 500 تا بیگ بلایند برنده است و خیلی روی این پول خوابیده و نمیخواد اینو پس بده. و ما اینجا سیستمی داریم که زمانی داره مثلا رو 30 دقیقه تنظیم کردیم که شما وقتی برنده ای اگه میخوای همون لحظه بلند شی بری، برای اینکه بیادبی نشه، کلوب کوچیک مردم همدیگه رو تو بازی لایو میشناسن، یه چیزی تنظیم کردن که وقتی به احترام بازنده باید یه 30 دقیقه بازی کنی بعد بری، ولی دکمه بلند شدنش تازه بعد 30 دقیقه میاد وقتی دکمه‌شو بزنی. کال تایم داره، کال کلاک داره. اینجا مشاهده بفرمایید که اوپن کرده 8 تا 4x و ما 3 بت میکنیم با 2 آس که خب مشخصه هم ما پوزیشن خوب داریم، هم دست خوب داریم، هم برتری تکنیکی داریم، همه جبهه ها رعایت شده، بهترین دست ممکنه داریم قبل از فلاپ، بهترین پوزیشن ممکنه داریم، یعنی دفعات باتن و 5x هم 3 بت میکنیم. اینجا یه لیمپ داشتیم که اینشون ایزوله کرده بوده، این لیمپ ورمی داره که و مستقیم لیمپ کال میکنه 20 تا بیگ بلایند رو. خب این یه چیزیه که ما منع میکنیم شاگردامون رو ازش و خیلی 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 چیپ سوزوندن هست و پول سوزوندن هست و در واقع این تقریبا میشه گفت خودکشی پریفلاپ حساب میشه. حالا به ایشون کاری نداریم. این بازیکن در اینجا به راحتی این 40 تا رو کال میکنه، نشون میده که وقتی که کال میکنه بیشتر جفت داره تا آس و بی بی و این حرفا، به خصوص که 2 تا آس ما بلاک کردیم، تعداد کامبینیشن هایی که از آس و شاه، آس و بی بی، آس سرباز هنوز تو ورق هستن کمتره، چون همشون با 2 تا آس دیگه ترکیب میشن. فلاپی که میاد فلاپی هستش که خیلی تر هست، خیلی پای استریت توش هست. ببینید 8-9 استریت، شاه بی بی استریت، بی بی و 9 پای استریت، 8 و بی بی پای استریت گاتشاته، تمام کامبینیشن های برادوی پای استریت هم یه جورایی، بی بی و آس گاتشاته، آس و شاه گاتشاته، پارنگای زیادی توش هست و اینجا به شدت ببینید بازی میکنیم. ما به حال اون دوتا که چک میکنن، ببینید روی این فلاپ اگر کسی دستی داشته باشه که مثلا یه ذره خیلی احساس خطر بکنه، مثل اوورپی، مثلا 2 بی بی اینا، اینجا دیگه این فلاپ رو بت میکنه که مثلا دیگه اوورکارد دیگه ای نید، آس نید. ما اینجا سیبتون تقریبا پات سایز میزنیم، حالا 100 عدد روند هست، عددهای روند خیلی تمیزتر هستن، بیشتر حالت استاندارد پیدا میکنن، در ذهن مردم خیلی تل نمیدن، بهتر از عددهای روند استفاده کنید.
من یه بار بازی لایو بتی کردم با ذهنیت اینترنتی و زدم 495 یورو در یک بازی لایو و یه بازیکن معروف سلبریتی اونجا بود، تصادفاً اومده بود اونجا بر اثر یه سفری. به من گفت یه نصیحت برادرانه بهت بکنم. اون گفت مسخره بازی‌ها رو بذار کنار، میخوای 495 بزنی بزن 500 قربونت برم، این خیلی مسخره است. دیدم راست میگه. حالا عدد روند ما زدیم و تقریبا این پاد سایز حساب میشه دیگه. حالا 120 نزدیم ولی 100 زدیم که در واقع تکلیف همه رو این فلوپ روشن میکنه. و اینجا باز دوباره یک فلت فوق العاده بد داریم از این بازیکن که حالا به زودی معلوم میشه که پارنگ هست. الان اگر محاسبهش رو انجام بدیم 123 به اضافه 100 که ما بد کردیم ایشون باید 100 بیاره، تقسیم بر 223 تقسیم بر 100 من میذارم ماشین حساب 2 دهم به 1 کال میکنه، با وجود اینکه ایمپلاید آدزش فوق العاده ضعیف است، یعنی پشتش 165 تا داره و حتی استکش هم 4 به 1 رو بهش اجازه نمیده و تازه اینجا هم با پای رنگش باز آلین نمیره که حداقل هر دو کارت رو ببینه، میخواد اول یک کارت رو چیس بکنه بره رو ترن ایشالله رنگ بشه، بعد مثل دیدی بعضی یه مقدار هموطن ناقلا زبانهای خیلی لوسی از خودشون اختراع میکنن، فکر کنم اگه هر کلمات خیلی فرنگی به کار برن دیگه خیلی کول‌تره. یه نفر برای من نوشت سلام من یه پلیر هستم، به من چیپ بدید که من پلی بدم وین بشم چیپو بهتون بدم. بله چون هم می‌خواسته یه پلی بکنه که وین بشه و بعد حال بکنه. خلاصه حالا اصلی بازیکن در این مورد مثلا اینجا ما یک چک ریز فجیع میبینیم که 100 رو میکنه 500 و یه حالت داره که انگار که مثلا اون باری که داره اون نواری که داره که مخصوص ریس هست اینجوری گرفته کشیده بالا دیگه، فقط نکشیده تا 1000 اصلا، یعنی حالت خیلی انفجاری بهش داده. این سعی کرده که هم دفاع شدیدی بکنه از این دست، همین که حد اکثر ولیو رو از دستایی که پارنگ با استریتن بگیره و در نتیجه همیشه همونطور که میدونید تخت اعلان ممکنه بلافاصله اینجا به نظر مرزه آها تخت هست حتما 8 و 9 داره، حتما 2 تا خارج داره، حتما همه اینا تو ذهن ما میاد، ولی نه تجربه نشون داده که اینجا همیشه شما 3 دست سرباز میبینید، به خصوص اینکه ایشون سر دست 4x اوپن کرده بود و ریز ما رو کال کرد و رو پول خوابیده بود و اینجا همینجوری که می‌بینیم ما 2 آس رو به راحتی میریزیم چون ایشون 100% از مرز دو پر رد شده و از 2 آس میبره و ایشون که با پارنگش کال میکنه شما میبینید که ایشون 3-10 بوده که بعدا هم فول میشه و گول خیس بودن زمین و این چیزا رو هم حتی نمیشه خورد. اینا هر بار کال میکنه، این بار میخوره تو این 3-10 میگه اوکی این دفعه 3-10 داشت، دفعه بعد شاید شابی باشه، دوباره دفعه بعد با همین آدم درگیر میشه، با آدم مشابه با تیپ مشابه بازیکن میشه، باز همون 3 رو میبینی. یعنی شما خیلی کم برخورد میکنی با کسایی که واقعا از پول برنده رو پول خوابیده بیان و اکشنی بکنن و مثلا با یک پارنگی با استریتی حرکتی انجام بدن، از کسایی که رو پول بخواب و تمایلات قیری و اینا دارن و ایشون هم رو پول خوابیده بود و آدم قیری هم هست و مسلما اینجا 3 سرباز هست و مثلا 2 بیبی نیست یا مثلا آسو سرباز نیست. برای همین ما به راحتی 2 آس رو ریختیم بر اثر تجربه. اینجا این زیر باید نوشته بشه چشمک بزنه که don't try this at home، ممکنه شما این کارو بکنی و بعدا مثلا طرف راوی باشه.